به نام خداوند بخشنده مهربان. نون و القلم و ما یسطرون. که آیا نوشتن، تمام خواسته های ما با نوشتن اتفاق میفتن؟ آیا خواسته هایی که ما داریم با نوشتن اتفاق میفتن؟ نوشتن چه اهمیتی داره؟ چگونه باید بنویسیم؟ چه فایده هایی برای ما داره؟ و کی و چه زمانی باید اونا رو بنویسیم؟ و بعد از این که نوشتیم چه کارهایی باید در رابطه با اون خواسته‌ای که انجام دادیم و یا نوشته‌ای که انجام دادیم انجام بدیم؟ در مورد این قضیه من یک کتابی براتون آوردم به نام بنویسید تا اتفاق بیفتد. نویسنده این کتاب آقای هنری کلوسر هستن که در این کتاب به صورت جامع و مختصر تقریبا به نوشتن و فواید آن میپردازن. در 20 فصل این کتاب هست. من انشالله تلاش میکنم که بتونم هر هفته 2 یا 3 فصل این کتاب به صورت خلاصه خوانی برای شما اینجا بیان بکنم و امیدوارم برای افرادی که دوستدار کتاب و کتابخوانی هستن مثمر ثمر باشه و بتونه در مسیر رشد شخصیتی، آگاهی و علمی اونها مفید باشه. خب من اول به فواید نوشتن میپردازم. همه ما میدونیم که نوشتن کار بسیار ارزشمندی هست. خداوند کریم هم همون آیه که من خوندم، آیه اول سوره قلم، اشاره میفرمایند به نوشتن. بعضیا الان در ترجمه جدیدی که هست میگن منظور خداوند از نوشتن کارهای روزمره. کتاب قرآن کریم یک کتاب روانشناسی اجتماعی است و به روزمرگی و یا کارهایی که در روز در زندگی انجام میدیم میپردازن و یک سری هم که ترجمه های دیگه دارن که تمام ترجمه ها قابل احترام هستن. خب نوشتن اولین فایده‌ای که داره باعث میشه که ذهن از آشفتگی در بیاد، از نشخوار فکری ما نجات پیدا بکنیم. وقتی یک هفته یا 2 هفته به نوشتنمون ادامه بدیم و برگردیم دوباره اون نوشته ها رو بخونیم، میبینیم که افکارمون منسجم شدن، افکارمون مرتب شدن و اگر در صورت ادامه دادن این قضیه چند ماهی یا 1 سال این قضیه رو ادامه بدیم، یعنی افکارمون رو بنویسیم، میبینیم که افکارمون به شفاف سازی میرسن، شفافیت پیدا میکنن و بهترین حالتی که یک انسان میتونه داشته باشه اینه که افکار شفافی داشته باشه، شفاف اندیشی برسه و بدون منشأ و مبدأ و مکان پیدایش به حساب اون فکر در ذهن چیه، اون افکار از کجا سرچشمه گرفتن، به کجا میخوان هدایت بشن، به خاطر چه موضوعی اصلا پیش آمدن و الی آخر. نوشتن فواید بسیار زیادی داره ولی تو فصل 1 این کتاب به چند مورد بیشتر اشاره نشده و من چون مجبورم خود مطالب کتاب رو به صورت دقیق خلاصه خوانی بکنم، نمیتونم چیزی به این اضافه و یا کم بکنم. بنابراین تلاش میکنم این مطالب کتاب فقط خلاصه خوانی اون رو انجام بدم. آقای هنری میفرمایند که تو شما یک لیستی از اهدافی که دارین بنویسین، تمام اهدافی که به ذهن شما خطور میکنن و بنویسین. ما میدونیم که همین دوستان افکار مثل ابرهایی هستن که در بهار به صورت بسیار سریع و گذرا از ذهن عبور میکنن. در روز ما تقریبا بین 60 تا 80 هزار فکر تولید میکنیم که بسیاری از این فکرهای تکراری روزهای قبل هستن. بنابراین اگه بتونیم بنویسیم به این فکرها انسجام میدیم، دیگه فکرهای اضافی رو رد میکنیم. نوشتن باعث میشه که خدمتتون عرض کردم افکار مرتب بشن. ما باید به یک فکری که از ذهنمون عبور میکنه به عنوان نچسبیم، اون فکر رو فقط ناظر باشیم، ببینیمش و ازش بگذریم. دومین مطلبی که میفرمایند این است که افکار شما هرچند غیر قابل باور و بزرگ باشن اونم بنویسین. کلا بزرگ فکر بکنین، بزرگ بیاندیشین. ما میدونیم که جهان هستی ثروت‌های نامحدودی داره. جهان هستی خیلی بیشتر و بزرگتر از اون چیزی هست که فعلا اطلاعات بشر به اونا دسترسی پیدا کرده. بنابراین خواسته ما در جهان هستی یک مورد بسیار جزئی و ناچیزی تلقی میشه. بنابراین اصلا به هیچ عنوان از خواسته های بزرگ و یا افکار بزرگی که دارین نترسین. همه ما میدونیم که هنرمندان بزرگ، اندیشمندان بزرگ جهان همیشه یک دفترچه‌ای با خودشون داشتن یا برگه‌هایی داشتن که در اوقات فراغتی که براشون پیش می آمده هر فکری که به ذهن آنها خطور می‌کرده رو سریع یادداشت می‌کردن،
شب دوباره اونو مرور میکردن، به یک سری از اون فکرها که جهت مثبتی داشتن و یا خوب بودن پر و بال میدادن و در آینده اونا رو محقق میکردن برای خودشون. بعد از اینکه ما بنویسیم، حالا من اومدم یک سری خواسته هایی رو نوشتم و چه کارایی رو انجام بدم. اول یه توضیح دیگه هم بدم، زمانی که نمی‌نویسین خواسته های خیلی زیادی دارین، ممکن است یک فرد بیشتر از 100 تا خواسته یا فکر داشته باشه، ولی زمانی که به نوشتن میرسین خواسته ها محدود میشن. ذهن اجازه نمیده که شما مثلا 100 مورد یا 50 مورد رو بنویسید. این همه ایرادی نداره. شما وقتی یک هفته یا 2 هفته انجام بدین، قشنگ این ترس شما میریزه و شما میتونید خواسته های بیشتری رو به صورت دقیق تر و جامع تری برای خودتون بنویسین و این قضیه به طور غیر قابل باوری اثرات بسیار زیادی داره. از همتون خواهش میکنم که لطفاً حتما این کار رو انجام بدین. یه دفتر تمیز و مرتبی برای خودتون بردارین و شروع کنین به نوشتن افکارتون. هر چیزی هست. بهترین زمان برای نوشتن آقای هنری کلوسر میگن 10 دقیقه یا 1 ربع همیشه قبل از بیدار شدن هست. شما ساعتتون رو جوری کوک بکنین که همیشه 1 ربع زودتر از روز قبل بیدار بشین و اون خواسته ها رو یا اون افکاری که فی‌البداهه همون لحظه سریع از ذهن شما گذر میکنن رو همه رو به طور جامع بنویسین. هر فکری هست، اگه تو خوابتون میاد بنویسین خوابم میاد. این نوشتن قبل از بیداری مثل یک نرمش صبحگاهی میبونه که بعد شما میتونید یک حرکات ورزش سنگین‌تر یا بزرگتری رو برای بدنتون انجام بدین. بسیار عالی و مفید هستن. خب پس رسیدیم به این قضیه. حالا من میخوام اینو از لحاظ علمی که تو این کتاب توضیح دادن ببینم خود نوشتن و افکار به چه شکلی هست. زمانی که ما یه خواسته ای رو مینویسیم روی کاغذ، یک سیستمی در ذهن ما به اسم سیستم فعال کننده شبکه‌ای یا RAS داریم که وقتی افکار رو می‌نویسیم، حالا این خود چرخه فکر و احساس خارج از مطالب این کتاب هست که من میخوام برای شما توضیح بدم، ولی اون چیزی که اینجا راجع به سیستم فعالسازی شبکه‌ای توضیح داده به این شکل است که زمانی که ما یک فکر رو می‌نویسیم، این افکار از لوب پیشونی وارد مغز میانی میشه و سپس به ساقه مغز و یا به مخشه منتقل پیدا میکنه و اونجا به حساب اون پیکای شیمیایی که هست یا نوروترانسمیترهایی که هستن شروع میکنن به پردازش اون خواسته و اون فکر و اونو به صورت یک پیک شیمیایی به بدن ساطع میکنن و بدن هم نسبت به اون خواسته واکنش‌های خاص خودش رو انجام میده و شما بدون اینکه متوجه بشین به صورت ناخودآگاه یک سری اتفاقاتی براتون میفته که جهان هستی هم به کمک شما میاد. وقتی اون چراغ چشمک زن رو روشن کردین، یک سری پدیده ها و خواسته های هم در راستای همدیگه قرار میگیره که خواسته شما رو محقق کنه و آقای یونگ به این خواسته میگن پدیده های همزمانی و یک سری هم میگن مداخله های کیهانی. حالا اسماش مهم نیست، مهم اینه که ما بدونیم وقتی یه خواسته رو مطرح میکنیم خود بدن، سیستم بدن ما و سیستم جهان هستی در راستای همدیگه تلاش میکنن تا اون خواسته رو برای شما به بهترین شکل محقق بکنن. مثلا اگه یک کسی یه خواسته ای داشته باشه، نوشته باشه من یک ماشین مثلا سوناتوی 2025 مشکی درجه 1 میخوام، شما زمانی که اینو مینویسین سیستم شبکه سازی مغز از فردا که داخل خیابون راه میرین تمام ماشینایی رو که به اون رنگ هستن برای شما نشون میده و این باعث پدیده همزمانی میشه که پدیده همزمانی رابطه علت و معلولی با هم ندارن، فقط نشانه های جهان هستی هستن برای اینکه به ما ثابت کنه در مسیر درست قرار داریم و در مسیر تحقق خواستمون داریم گام برمیداریم. دوستان جان، توی این کتاب مثالهای بسیار زیادی زده شده برای به حساب مستندسازی دقیق‌تر، مثالهایی که اتفاق افتاده، عینیت دارن، ولی آوردن نام همه اون مثالها از زمان این ویدیو خارج است. بنابراین من به 1-2 مورد اشاره میکنیم. همه ما شنیدیم که آقای جیم کری قبل از اینکه وارد سینما و هالیوود بشن یک چک 10 میلیون دلاری برای خودشون نوشتن و این چک رو توی جیبشون گذاشتن و هر روز 1-2 مرتبه به این چک انرژی میدادن و بعد از گذشت چند سال و وارد شدن به سینما به صورت حرفه‌ای یک چک 20 میلیون دلاری به عنوان دستمزد یکی از فیلماشون گرفتن. I would visualize
things coming to me that I wanted or whatever. This was in like 1987, 85? Yeah. And I had nothing at that time, so it was like, but it just made me feel better. I would drive home and think, well, I do have these things, and they're out there. I just don't have a hold of them yet, but they're out there. I wrote myself a check for $10 million, and I gave myself 5 years, and I dated it Thanksgiving 1995. And I put it in my wallet, and I kept it there, and it deteriorated and stuff. And just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make $10 million on, I think it was Dumb and Dumber, maybe. Dumb and Dumber, yeah. So you visualize yourself like... ببینید که جهان هستی چقدر دقیق و هوشمند تمام خواسته های ما رو انجام میده. من خواهش میکنم از همه افرادی که نشخوار فکری و ذهنی دارن، زیاد با خودشون صحبت میکنن، کاراشون نظم خاصی نداره، حتما به نوشتن روی بیارن. همین خواسته های خودتون و همین افکار خودتون، اگه خواسته هم نیست، هر فکری که فعلا دارین یه دفترچه کوچیک بردارین، شروع کنین به نوشتن و بعد از 10 روز یا 2 هفته دوباره برگردین بخونین، ببینین چقدر فکراتون مرتب میشه. حالا اگه این کارو 6 ماه یا 1 سال ادامه بشین، ببینین چه اتفاقی براتون میفته، چقدر از لحاظ فردی و شخصیتی توسعه پیدا میکنین، چقدر فردیت شما توسعه پیدا میکنه، چقدر در فن بیان، سخنوری، به حساب مکالماتی که در زندگی دارین پیشرفت میکنین و این چقدر به رشد شما کمک میکنه. حالا مثالای متعدد زیادی تو اینجا زده شده، مثلا یکی از این مثالا رو من براتون میگم. به خاطر اینکه بخواین این قضیه هم براتون ثابت بشه، میتونین 3 تا پاکت بردارین، 3 تا به حساب پاکت پستی برای خودتون یا صندوق درست بکنین، 3 تا فکری که دارین رو بنویسین تو هر کدوم از این پاکت ها قرار بدین. پاکت 1 2 3. یه هفته یا 10 روز که گذشت، بعد از 10 روز یا 2 هفته بیاین به اون خواسته هایی که قبلا داشتین فقط یه فکری بکنین، شروع کنین به جواب دادن به اون خواسته ها. بعد پاکت ها رو، بعد نامه هایی که گذاشتین داخل پاکت از تو پاکت ها در بیارین، ببینین جواب هایی که دادین جواب کدوم یک از اون سوالاتی است که شما 2 هفته پیش توی پاکت قرار دادین. خودتون اصلا هیجان زده میشین و تعجب میکنین از این که چقدر دقیق اتفاق میفته و ناخودآگاه ذهن شما چجوری سوالی که شما 2 هفته پیش مطرح کردین و جوابش رو برای شما میاره. من خودم یک مورد اینجوری مشکل داشتم راجع به اینکه چرا قرآن کریم مضرب 19 هست و یا چرا مخرج مشترک تمام سوره ها و آیات قرآن کریم 19 هست. باور کنین ابتدایی که این سوال برام پیش اومد، هر چقدر تلاش کردم که به حساب منبعش رو پیدا بکنم پیدا نکردم، با وجود اینکه میدونستم این قضیه رو آقای راشد خلیفه، دکتر راشد خلیفه کشف کردن و به صورت خیلی اتفاقی بعد از چند ماه توی این استا یک کلیپی دیدم، خیلی اتفاقی به محض اینکه گوشیمو باز کردم دیدم این کلیپ برام آمد و خود آقای راشد خلیفه راجع به این توضیح میداد که چرا مخرج مشترک قرآن کریم و یا چرا مضرب قرآن کریم عدد 19 هست که یکی از عجایب و معجزات قرآن کریم است و نشان میده قرآن ساخته دست بشر نیست. خیلی ممنونم، امیدوارم با همراهی بعدی شما ما بتونیم کلیپ های خیلی بهتری، دقیق تری به شما ارائه بدیم و براتون مفید باشه. سپاسگزارم، در نور و عشق باشین. خدا نگهدار.